네트 따라 이렇게. سلام. امروز داریم با یورا میریم یه سفر یک روزه و این قرار اولین دو روزه؟ دو روز و یه شب و این قرار اولین ولاگ من باشه توی پیج موجینو. بریم ببینیم امروز چی کارا میکنیم. ما الان اتوبوسی که سوار شدیم اتوبوس بین شهریه که توی همین ایستگاه‌های اتوبوس معمولی مثل این چیزی سوار میشید و بین شهریه. ولی و اتوبوس‌ها توی کره معمولا چه شهری چه بین شهری هاشون USB شارژ داره که میتونید با USB گوشیتون رو شارژ بکنید. و اینکه یه چیز خفن تر داره، ببینید الان اگه معلوم باشه وای فای من روشنه و به کجا وصلم؟ به وای فای این اتوبوس وصلم. شما با همون هزینه‌ای که میکنید برای بلیت اتوبوس کلا هم $2 کلا $2 دیگه و این پایه ترین هزینه اتوبوسه، یعنی فکر نکنید گرونه. ارزتر هستم اون توی شهری اون توی شهر. شهریه. الان این اتوبوسی که ما سوار شدیم بین شهری ها و بچه‌ها اتوبوسای توی شهری هم USB داره و وای فای داره، یعنی اصلا فرقی نداره که حالا چه توی شهری باشه چه بین شهری باشه. ولی من تا حالا اتوبوسای چیزو سوار نشدم، ترمینالیو سوار نشدم دیگه. ترمینالیو سوار نشدم. چرا من برای سفر با تیم تولید محتوا رفتم سوار شدم. من سوار نشدم. نمیدونم اونا چجوریه ولی اینا خیلی خوبه و شما با همون هزینه بلیتی که میدی بهتون وای فای رایگان میدن، جای پورت شارژر میدن و کلا خیلی خوبه دیگه. نشون بدم کجایی؟ نشون بدم. الان این آبیه جایی که حرکت کردی، قرمز جایی که داری میری، الان این جای تازه حرکت کردی. ولی یه چیز جذاب بهتون میگم، بچه‌ها داری میری سمت کره شمالی. نگاه کن، ما اینجا بودیم. خب الان میبینید این خط رو میبینید، این مرز کره شمالی جنوبی. بچه‌ها داری ترور رو نکنید. حالا توی اتوبوس دوم اول هتلمون رو نشون بده. یورو نظرت چیه راجع به هتلی که خیلی قشنگه. بچه این دریاست. هتل نیستش. حالت چیزه، چیز گرفتم پنشن. آره از این یه خونه که 4 تا اتاق یا هر باغ و ویلایی که خونه هاشو اجاره میدن. ولی اینجا یعنی 3-4 تا اتاق داره که هر 3-4 تا اتاقش هم مثلا اجاره رفته. خب ما هم یکی از این اتاقا رو گرفتیم. استخر داره، جکوزی داره. من خیلی ذوق دارم. خب بچه‌ها برید اینجا رو براتون بگیرم. این هتلمونه. این استخرشه که الان یورا میخواد بپره توش. فقط یه صدایی میاد، ایشالا که صدای خود آبشه، حشره مشره توش نیست. اینا رو هم گذاشتم. 바다를 가려면 저기 차 세운 데서 주차장 있는 데서 네트 따라 이렇게 걸어가시면 돼요. 바닷물 들으면 이 앞에다가 꽉 찼다 하루에 2번 들었다 나갔다 해요. 그리고 이렇게 하고 이제 이거에 대해서 설명할게요. یورا یه تو اینجاییه که اجاره کردیم. اینجا جکوزیشه که الان یکم پیشون مسئول اینجا اومد به ما توضیح داد که چجوریه و از چه چیزایی میتونیم استفاده کنیم. تلویزیون خاموش کنیم صداش. اول از همه نظر خودت چیه؟ خیلی خوشگله. یعنی ببین
دقیقاً شبیه عکساش بود که واقعا شبیه عکساش بود. تنها هتلی بود که شبیه عکساش. شبیه عکساش بود. داشت بیا منظره نشون بده دریا رو. بچه‌ها این دریاه الان اونم شهره. خب گفتش که شبا تا اینجاها میاد آب. تا این نمیدونم معلومه یا نه. یه ذره زوم کن که بچه‌ها ببینن. زوم اوت کردی. تراسمونه اینجوری باشه. تراسمونه، اینجا میزمونه، اینجا باربیکیونه. برای شب آتش بازی داشته باشیم. جوج بازی. اونورم چیزه گفت فرودگاه اینچون اونوره. اونورم شهر اسمش یادم رفته. وای خدا من عاشق این لعنتی ام. دوبله سراشن ها. آها هم اجاق گاز داریم اونور. الان این برام سب کن. بیا این من نشونه. اجاق گاز داریم اینجا، نمیدونم کولر داریم، یخچال، حمام دستشویی، این سینک و این چیزا. بالا هم بیا یه راجع نشون بدیم. وای چقدر شیب داره الان میافتم با همین که بالا سرمون کولر باشه. تازه یه پنکه اضافه هم گذاشتم. روشنش کردی هنوز نرسیده؟ نه واسه که روشن بوده. فکر کنم از قبل به خاطر اینکه ما یک کردیم اینجا رو اومده یه ذره روشن کرده که مثلا خنک بشه. خدایی کسی که اومد به معرفی خیلی مرد مهربون و آره واقعا. دیگه این هم خیلی با جزئیات توضیح داد. این همه چی؟ این ویو این بره اتاقمونه و اینکه جکوزی رو پر آب کردیم. یوران داره اینجا عکساشو میگیره و ریلزاشو میگیره. من بالاخره آرایش کردم. الان هر چی میخوای دوربین رو من زوم کن. اوه وایسا نه گرم یه چیز سراغ دما من تو رو میشناسم. نمای اون بره. یورا پاشو بریم بیرون. اوه بچه‌ها نزدیک بود همین. یه دونه فیلم جنایی رخ بده. استرس داره دیگه. عزیزم من مایو پوشیدم قراره که بریم استخر پایین و الان دارم نودل میخورم. یورا داشتش میگفت که گشنته. الان یورا نمیخوره. بعد من این که از صبح تا حالا هیچی نخوردم. چرا دروغ میگی؟ یه کیمباب خوردی، یه برگر خوردی، که نصفشو تو خوردی. چیزکیک خوردی بس کن. چیزکیک تو خوردی. نصف غذای منم تو خوردی. بعد داره به من میگه گشنته. نه گشنم نیست. بچه‌ها صحنه رو ببینید. خیلی قشنگه جدی. من کلمو نمی‌کنم توی این آب. ولی به نظرم از استخر تمیزتره. چون کسی نیست. استخر که خوردیم تمیزتره. چون کسی نیست اینجا بجاشه. بچه ها ببینید چی پیدا کردیم. بچه خرچنگ. تو به نایمده تو استخر. به یه بر ما میده. چاوش کنید. باید جکوزی میده. جکوزی. بذار من بخوام برم توشی. گرمه. خیلی خوبه. به آب شدم. پایین سر. آره. اوکی میشه الان. یه ذره دیگه باز بمندیم. آب سرد دارم میریزم. نه بذاری اومد داغ میشه. خیلی خوبه. الان تست داری گرم خوبه؟ خیلی گرم آمدی. اولش یه ذره احساس بدی داشتم. یه ذره سوختم ولی بچه اونجا دریای هاراست. دریا. اولش یه ساحل ماهل داره اینجوری چی میگن؟ آب داره زیاد میشه. زیاده. یه ببر. میبرم. وای بچه‌ها واقعا اکاش با من یه ذره میخوای بازش کنی بره؟ خیلی خوبه حسش. به بوی چیه میاد؟ چقدر خوشگل هم چیده آقا. بوی جوجه هامونه.
جوج بزنیم. قبول داری تمام این کسایی که اومده بودن اینجا سمگیافسل داشتن می‌زدن؟ معمولا کره سمگیافسل می‌زنن، گوشت خوک. هیچ عطری نداره خدایی. آره ولی بوی جوج الان بوی جوج زده اصلا اوف به به. میدونم که نامرتب چیده. میز نامرتب چیده شده بچه. این کیمچی بچه‌ها یه نوع دلال حالت بود. ترشیه که برای کره میخورن. معمولا با هر سبزیجاتی درست میکنن ولی این الان کیمچی کاهوه. کیمچی اصلی همون کیمچی کاهوه دیگه. این هم که سمگیافسله. بذار یه تیکه بخورم ببینم شما از اینجا داشت. خوبه؟ میشه که این قسمت استیک هولاسا به نظر خیلی خوشمزه میاد. الان دیگه قراره که امروز تا ظهر اینجا بمونیم و برگردیم. الان اومدیم کافه. این کافه بچه‌ها تمش تم کمپینگه. این شکلی برداشتن آتیش مثلا درست کردن با چراغ. خیلی تمش جذابه به نظرم. باربیکیو گذاشتن، گیتار گذاشتن واسمون. خیلی خوبه. صندلی‌های کمپینگ گذاشتن. اینم یورا های الان زوم دارم میکنم برو. اینم قهوه هامونه. من موکا سفارش دادم، یورا لاتو سفارش داده. این چی بود؟ بیکسو بود. بیکسو منگو ماست و چیز انبه. بعدش قراره یه ذره بریم پشت، نمیدونم میفته یا نه، دریا. یه ذره لب دریا هم قدم بزنیم و یه کم کم راه بیفتیم به سمت خونه. چتر بارونی رو به عنوان آفتابی استفاده میکنیم ما. مرغ‌های دریایی. چه ریلکس نشسته. هوا گرمه ولی نه اونقدر گرم خونه که همزمان. اونجا شبیه ساحل چیز ببینه GTA اقتباه کن. آره